أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حدیث از سلمه ابن اکوع رضی الله عنه روایت شده از شماره حدیث در کتاب بخاری 3051 می باشد و در کتاب مسلم 1754 می باشد. سلمه ابن اکوع رضی الله عنه یکی از صحابه هایی که جنگاور بودند و خودشان با تنهایی یک گروهی از مشرکان را مغلوب کردند در جنگ و برخی از آنها را به اسارت گرفتند. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند بهترین صحابه های من این سلمه ابن اکوع می باشد که خیر المشائین گفتند بسیار از روی دویدن همه را سبقت می کردند، چنان می دویدند که حتی سواره ها با سوارگیش رفته رسیده نمی توانست در سبقت کردن. سلمه ابن اکوع میگویند که قال اتى النبی صلی الله علیه و سلم عین، به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم یک خبرگیر، یک جاسوس اومد از مشرکان. پیامبر صلی الله علیه و سلم مایان در سفر بودیم، در جنگ حوزان میگویند طائف. پیامبر صلی الله علیه و سلم با صحابگان بودند که از طرف مشرکان جاسوس فرستاده شد. عین گفته چشم رو میگویند، چشم از طرف، یعنی جاسوس با چشمش همه چیز رو میبیند و خبر میگیرد. فجلس عند اصحابه يتحدث ثم انفتل فقال النبي اطلبوه واقتلوه فقتلته فنفله سلبه. سپس این جاسوس نزد ما آمد، در نزد ما نشست. در بعد دیگر حدیث ها همراه صحابگان خوراک خورد، کسی نفهمید. سپس از نزد پیامبر کناره گرفت و به شتر سوار شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند او را، یعنی از پیش شوید و او را بکشید. پس سلمه ابن اکوع میگویند که من او را به قتل رساندم و آنچه که از سلاح و سر و لباس و جفشن داشت او را پیامبر صلی الله علیه و سلم جفشن او و سلاح او را بر من دادند. حکم جاسوسی که بر ضد مسلمانان کار میکند و مشرکان و دشمنان، منافقان، یهودان، نصرانی ها را یاری میکند، حکمش قتل میباشد. زیرا ضرر او این است که مسلمانان را میفروشد و مسلمانان را ضعیف میگرداند. و اینچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیث دیگر گفتند که سلمه ابن اکوع روایت میکنند که سلمه ابن اکوع میگویند که شرح این حدیث با همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم در حوازین بودیم، در جنگ حوازین مایان خوراک میخوردیم. یک مرد با شتر سرخ آمد و شترش را شنانید و او را بست. سپس با همراه ما خوراک خورد و او با چشمش نگاه میکرد و ما تعداد ما چند نفر او به زودی دانست که بعضی از مایان سواره، بعضی ما پیاده هستیم. سپس از نزد ما کناره گرفت و به شترش سوار شد و شترش را برخیزان و به طرف مکانش، به طرف مشرکان روانه گشت. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند او را به قتل رسانید. سلمه ابن اکوع در حالی که این شتر دوام بود به شتر رسانید و زمام شتر را به دست گرفت و او شتر را شنانید و این مشرک، این جاسوس را به قتل رسانید. پیامبر صلی الله علیه و سلم به سلمه ابن اکوع آنچه که سلاح داشت، آنچه که از جفشن و سلاح داشت، پیامبر صلی الله علیه و سلم به سلمه ابن اکوع دادند. سلمه ابن اکوع یعنی صحابه شجاع بودند. این حدیث دلالت میکند که
حکم جاسوسی که با مشرکان، با یهود نصرانی ها کار میکند و مسلمانان را میفروشد، حکمش قتل میباشد و حکمش مرتد، او شخص مرتد میباشد، او مسلمان نیست. در حقیقت امروز بعضی از شخصای مسلمان میگویند که من مسلمانم میگویند، اما در روسیه به تجارت مشغول هستند. آنها جنسیه روسیه دارند و میگویند که به فیس بی و KGB کار میکنند. خصوصا بهترین گروه امت اسلام را میفروشند. مثلا طالب دانشجویی اسلامی که از مصر سفر میکنند، از سعودی سفر میکنند و وقتی که به روسیه کارکنی میروند و به ناگه فیس بی آنها را باخبر میشود و ریشه آنها بسیاری از شخصان گفتند که ثروتمندها، تاجرهای کران با فیس بی KGB و روسیه کار میکند و به این دانشجویان یا که اقامه نمیدهند و چند بار تقدیم میکنند، رد میکنند و بالاخره آنها از روسیه به درغه میشوند. در حقیقت حکم این شخص ها، اینها از دین برآمدند، زیرا بهترین گروه مسلمانان را میفروشند به فیس بی KGB تا که تجارت کنند، تا که زندگی به سر برند. این حکم آنها، حکمشان اگر به دست گرفته شود، ضرر آنها، چون که امت بهترین مسلمانان را میفروشند که الله گفته است کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. با سبب این دانشجویی اسلامی همه به همه گوشه کنار عالم علم پهن می شود. آنها این تاجرهای جاسوسی فروخته شده و از دین برآمده این دانشجوها به درغه و بیدر و بیمکان هستند. برای من حکم آنها، حکمشان قتل می باشد و از دین برآمدند، مرتد شدند. برای همین این در مذهب مالکی، در مذهب امام احمد بن حنبل حکمش قتل می باشد. در مذهب شافعی امام ابو حنیفه تعزیر، آنها را لط و کوب میکنید که تا که از دست بکشد. و دلیل شافعی حنیفی این است که حاتب ابن ابی بلتع رضی الله عنه وقتی که نقشه های پیامبر را خبر داد، پیامبر حاتب ابن ابی بلتع را نکشتند، اما گفتند که او در جنگ بدر اشتراک کرد. اگر در جنگ بدر ضد مشرکان اشتراک نمیکرد، پیامبر او را به قتل میرساندند. از بس که او بیشتر به مسلمانان یاری میکرد و این به خاطر خویشاوندانش تا که اذیت نبیند همچنان بود، پیامبر صلی الله علیه وسلم حکمش را به حکم قتل ندادند، زیرا در جنگ بدر ضد مشرکان جنگ کرده بود. اما این شخصایی که جاسوس هستند، مسلمانان دانشجوی میفروشند، آیا آنها کاری خیری کردند که اسلام از آنها برد کرده است، دفاع کردند؟ نه، به خاطر تجارت دنیای خودشان به چنین شخصها کار میکنند. برای این مسلمانان باید به خود بیایند این عمری کوتاه 50 سال و 60 سال میگذرد، دین خود را به این دنیای دو روزه موالات نکنند. موالات این است که با فیس بی ها کار کردن اسلام شکننده های اسلام می باشد. این بود یک شرح مختصر درباره حدیث. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.